سلام، خسته نباشید. در اینجا وسایل تاج سازی رو ما مشاهده میکنیم و میخوایم یک تاج مینیمال رو برای شما حاضر کنیم. خب اولین کار که میکنیم مهره هامون رو یکی یکی سایز به سایز وارد سینمون میکنیم، از سایز بزرگ تا سایز کوچک. یک مروارید سایز کوچک رو اول کار میذاریم و بعد سیممون رو میپیچیم و یکی یکی مروارید ها رو به صورتی که در تصویر مشاهده میکنید انجام میدیم و بعد یک مقدار دوباره سیم رو میپیچونیم و مروارید دوم و همینطور تا بره به مروارید سوم.